درباره بابک زنجانی فیلمی در سطح سینمای هالیوود تهیه میکنند. اردشیر احمدی یک کارگردان ایرانی تبار مقیم کانادا گفته است در حال ساختن فیلم درباره زندگی بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده در ایران است. این کارگردان گفته صفت فیلم در حد فیلم های هالیوود خواهد بود. اردشیر احمدی درباره فیلم خود چنین گفته است: داستان این فیلم در ارتباط با شخصی باهوش است که با سخت‌کوشی و مدیریت هیچ چیز به همه چیز میرسد، اما در ته را دشمنان پیدا میکنند که سرانجام به همین خاطر به درد سر می افتد. او علاوه کرده که این فیلم در حال سخت اول اختلاس نام داشته، اما با تازگی به اشتباس تغییری نام کرد که همچنین بر وزن اختلاس می باشد. احمدی متاکد کرده است گاهی اختلاس اتفاق نمی افتد و همه چیز اشتباه است. بابک زنجانی از سرمایه‌داران ایرانی است که شرکت‌های کانت گروپ تاجیکستان، ایژن اکسپرس ترمینال، ایژن اکسپرس ایرلاین و کانت توریسم تاجیکستان در تاجیکستان به نسبت داده می شود. از او به عنوان دوست برخی منصبدارای تاجیک هم نام می بردند. زنجانی 30 دکبر سال 2013 در ایران بازداشت و بعداً به زندان اوین این کشور انتقال یافت. او 31 اکتبر هنگام مرافعه دادگاهیش در شعبه 15 دادگاه انقلابی ایران حضور داشته است. در تاجیکستان دستگاه پرقوت الکترونی دارد که پلیس تاجیک از آن استفاده میبرد. بعداً این میلیاردر ایرانی در مرافعه 2 نوامبر ادعا کرد که در تاجیکستان سیتی سنتر دارد که میتواند به عوض قرضایش به شرکت نفتی انکا دهد. اما غلام حسین صادقی وکیل مدافع شرکت نفتی انکا که بابک زنجانی از آن 1 میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو قرضدار است، ادعای او را رد کرد. این وکیل مدافع اظهار داشته سیتی سنتر که زنجانی ادعا کرده بود در تاجیکستان دارد یک تکه زمین کنده شده است.